خوب شد دیدم اتفاقا حاجی. خواستم زنگ بزنم دوست دخترم یه ذره روش فریک دارم، تو هم که دیگه همه رابطه‌ها رو می‌کنی، گفتم یه زنگ بزنیم ببینیم چه جوریه. دلیل فریکت رو دوست دخترت چیه؟ نمیدونم حاجی، چند وقت حس می‌کنم خیانت کرده بهم، نمیدونم. اوکیش می‌کنیم. الان شغلت چیه؟ من فوتبالیستم. ای والله چه پستی؟ من هافک چپم. اگر دوست داری میتونی تیم رو هم بگی. حالا نه دیگه ولش کن. زنگ بزن بهش. من که میگم این کارو نکرده، فریکی بلکیه، ولی حالا زنگ بزن خیالت راحت. اینم آیفون 13 14 15 16 پرو مکس دست بقیمون همش هست. خیلی هاشون از شهر موبایل با 7 تومن خریدن که واسش مو نمیزنه. 36 ماه گارانتی، 7 روز مولای تست، هم خرید حضوری هم خرید آنلاین، پرداخت در مزه. اطلاعات کپشن. راستش بخوای چند وقته یه موضوع ذهنمو خیلی درگیر کرده و تو هم که دوست نداری ذهن من درگیر باشه. ستایش من یه حس خیلی انی دارم که رو بازیم هم تاثیر گذاشته. حس می‌کنم خیانت کردی. من کاری کردم واقعا خاطر خودت کردم. یعنی اصلا بحث اینا بوده که بخوام خیانت کنم. سه بار عزیزم مگه فوتبالیستی هتریک کردی؟ یه از خواستی توی تیم بازی کنی مربی راست نمیداد. خب بعد راست داد. خب این شد یه بار، بقیه‌اش چی؟ یه از توی تیم بازی میکردی هیچ کس به پاس نمیداد. خب بعد همه به پاس دادن. عزیزم چیکار کردی؟ یه به خاطر خودت. خب این که شد دو بار، سومیش چیه؟ یه از توی هیچ کس تشویقت نمیکرد. بعد همه دیگه فقط تو رو تشویق میکردن. عزیزم من الان نمیدونم برینم بهت یا ازت تشکر کنم، به خاطر من به یه استادیوم